Радио «Вози Тоджик» – это рассказы об искусстве, культуре, фольклоре таджиков. Радио... فعالیت نمودند و شاگردان زیادی را نیز تربیت کردند. آنها را گوش می‌کردم. و اکنون خانم فاطمه از ولایت پروان نشاط شنونده نوشته بود. نامه‌اش را چنین سر کرده است: نامه ام گر میبری قاصید آیاتی بگو، پاکتش آهسته بکشا دل در آن پیچیده است. عطایی از کابل نوشته بود: سلامی من بگو بادی صبا بر مردمی تاجیک، به خلقی مهربان و صاحبی افصاح инсани. Сотрудники нашего радио рассказывают о всех событиях независимого Таджикистана, о культуре, искусстве, обычаях и обрядах нашего народа. Я хочу, чтобы это было сон, но, по-моему, я не сплю. Я болею тобой. The voice of our nation. And now we invite to the scene. मेरे महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा, तेरे मर्ज़ी मेरा क्या। ओ मेरे महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा, तेरे मर्ज़ी मेरा क्या। خب رادیوی برونمرزی آوازی تاجیک پیوسته تلاش بران میکند که برای هموطنان خود، برای تمام تاجیکان برونمرزی، برای اون نفرانی که در تمام ممالک دیگری جمهوری ها ما را میشنوند و پیوسته از برنامه های ما دستگیری میکنند و ما نامه می نویسند، برنامه های جالب و خوب پیشکش نماید. خب امروز موج های آوازی تاجیک تا کجا میرسد و قوای کاریش چقدر؟ امروز موج های رادیوی آوازی تاجیک خوب اصلا که به محدود است و در تمام اون کشورهایی که امکانیت وسیع است، یعنی که هم توسط سامانه ها، هم توسط اینترنت، هم توسط موج‌های رادیویی از برنامه‌های ما شنیدن میکنند و اثبات این همه گفته ها اون است که آنها خب برنامه‌های ما رو چون میشنوند حتما در دیسک‌های الهیده، در فیته‌های الهیده ثبت میکنند و به ما برای اثبات اونی که در حقیقت میشنوند ارسال میدارند توسط خب پشته ها، توسط خب سایت های اینترنتی، ایمیل ها که ما در حقیقت شما رو میشنویم و خب پیشنهادهای خوب و جالب نیز میکنند که با هر زبان پخش میگرده. رادیوی برونمرزی جمهوری تاجیکستان، آواز تاجیک، پیام صلح و مهر و دوستی مردم شریف تاجیکستان را به سر تا سر جهان میفرستد. خوش آمدید. हम बहुत खुश हैं कि आपने हमारे महफिल में भाग लिया और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया, क्योंकि हम रेडियो आवाज़ी तोजी के कर्मचारियों सिर्फ आपके लिए कोशिश और काम करते हैं।